درود به شما دوستان عزیز. میخوایم در مورد چراغ الکلی صحبت کنیم. یه وسیله‌ای که بین ما کوهنوردا نادیده گرفته شده. بریم برای معرفی چراغ الکلی. خب چراغ الکلی انواع مختلفی داره و برندهای مختلفی هم داره. این معروف ترین فرم و حالت و نوعش هست. این یه کار ساده چینی است، خیلی پیچیده نیست. بهترین برندهایی که تولید میشه الان شرکت ترانجیا داره میزنه و فرم کلاسیکش و معروفش به همین شکله. حالا این چینی هم از روی همینا کپی کردن. شرکت فایر مپل هم تولید میکنه، اونم کار با کیفیتی است. این چراغ الکلی تشکیل شده از یک قسمت پایه که نگهدارنده مخزن هست، یک قسمت مخزن که الکل داخلش ریخته میشه و یک قسمت در که یه واشر هم داخلش داره که اینو وکیوم میکنه و تنظیم کننده حرارت، همچنین برای خاموش کردن چراغ هم ازش استفاده میشه. این درش به این صورت روش بسته میشه، پیچیه و این هم قرار میگیره روش. اومد دستم پایین بودش مشخص نشد. این درش به این صورت بسته میشه. برای خاموش کردنش هم اینم راحتی میذاریم روش، یا اینکه اگر خواستیم دماش رو تنظیم کنیم به وسیله حرکت دادن این اهرم دماش رو تنظیم میکنیم. از مزایای چراغ الکلی سبک بودنش هست در مقایسه با اجاق‌های گازی. وزن پایین تری داره، سوختش همه جا هست. الان با توجه به اینکه کرونا هم بوده و الان مردم حساس هستن روی ضد عفونی، الکل رو همه جا پیدا میکنید. تمام سوپریا دارن، تمام داروخونه دارن، یعنی توی حتی مثلا کوچکترین روستا هم شما الکل رو پیدا میکنید. پس نگرانی از بابت سوخت ما هیچ وقت نداریم. و اگر بخوایم عیبی براش در نظر بگیریم در مقایسه با چراغای گازی، اینه که قدرت اون رو نداره، یعنی میزان حرارتی که تولید میکنه به اندازه چراغ‌های گازی نیست و در برابر باد هم حساسه. یعنی شما وقتی اینو میذاری حتما دورش باید یک بادگیر یا یک فویل قرار بدی. این چراغ الکلی که من دارم انواع غذا رو باش درست کردم، از دم کردن چایی، قهوه، عدسی باش درست کردم، پلو باش پختم. چیزی نیست که بگی نمیتونی باش آشپزی کنی. من خیلی دوستش دارم، جمع و جور، سبک وزنه و هیچ وقت هم ناامیدم نکرده، ولی برای پخت و پزش باید صبور باشی. حالا انواع مختلف دیگه هم داره، ممکنه مثلا قوی تر باشه، کوتاه و بلند داشته باشه، ولی این نوع کلاسیکش بهترین نوع و بسیار ارزان قیمت، فکر کنم در حدود مثلا 400-500 تومن باشه و میتونید اینو تو فروشگاه مختلف تهیهش بکنید. امیدوارم مفید بوده باشه. اگر سوالی بود، نکته‌ای بود، حتما برای من پیغام بذارید. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره. دوستتون دارم، موفق باشید.